آهنگ عجیب و غیر قابل باور آریانا سعید با استاد عبدالصمد قاضی‌زاده در ماه مبارک رمضان. اما به چی دلیل آریانا سعید مصروف چیکار باری است؟ آهنگ جدید وی برای حمایت از تیم رباتساز افغانستان و گفتنی های وی، حمایت مالی عجیب و غیر قابل باور آریانا سعید برای مردم افغانستان. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام سلامتی نثار تک تک از شما دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. آریانا سعید، هنرمند مشهور، ستاره ماندگار در هنر موسیقی افغانستان، علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. آریانا سعید ملکه دلها که در مدت خیلی کوتاهی این لقب را از طرف دوستداران و طرفدارانش کسب کرد. آریانا سعید هنرمند محبوب و پرآوازه افغان، عاشقانه هنر موسیقیش را در میان مردم افغانستان پیش می برد. آهنگهایش مورد حمایت گسترده افغانها قرار می گرفت. این همه در حالی است که آریانا سعید همه ساله در ماه مبارک رمضان برای تمامی مردم افغانستان کمک های خیریش را ادامه می داد. امسال هم آریانا سعید برای دوستداران و طرفدارانش در افغانستان کمک کرده است. اما جالب اینجاست یکی از قاریان در افغانستان با کمک های آریانا سعید مخالف بوده است و کمک های وی را برای مردم افغانستان نپذیرفته است. اما آریانا سعید همه ساله برای مردمش کمک کرده است. تازه آهنگ جدید آریانا سعید برای دفاع از حقوق و صلاحیت های تیم رباتساز افغانستان موج حمایت ها را در میان فیلمسازان در کشورهای اروپایی و امریکایی از آن خود کرده است. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای آریانا سعید با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم. همراهان و دوستداران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر، بدرود.